آقای قالیباف نیستیم. اینم که میگه که چه فرقی میکنه. من 10 تا 4 تا 5 تا شاخص به شما میگم. مردم عزیز، 2 تا تجربه توی مملکت هست. یه تجربه خاتمی و روحانی و انشالله آقای پزشکیان با رفع ایرادات آقای خاتمی و آقای روحانی، یعنی ایرادای اون 2 نفر رو حل خواهد کرد. یه تجربه آقای احمدی نژاد و دولت آقای رئیسی و آقای با تجربه آقای قالیباف. یک، تو دولت آقای احمدی نژاد پرونده ایران رفت شورای امنیت، گفت تحریما هیچ ارزشی نداره، قطعنما ورق‌بار است. دوم، دعوا شد تو سال 88 کل کشور آسیب دید. سوم، تحریم ها رو نادیده گرفت و واقعا وضعیت گرانی و کمرشکنی اقتصاد تو کشور، این در مورد یه فرد نیست. چهارم، چای دبش، پرونده چای دبش یادتون نره. پنجم، برخوردی که با اینترنت و فضای مجازی شده. ششم، محدودیتی که تو شبکه‌های اجتماعی به وجود اومده. هفتم، پدیده گشت ارشاد که بنیانگذارش آقای احمدی نژاده و متاسفانه در سال 1401 هم ما در مقابلش یه دولتی داریم که پرونده ایران رو از شورای امنیت آورد بیرون. میخواد یک جلسه من یا آقای ظریف یا آقای صنایع یا 10 تا دیپلمات دیگه که وجود دارن، من به عنوان روزنامه‌نگار براتون توضیح بدیم. رقابت داخلی تو کشور به وجود اومد. این دوستان میفرمایند چرا میایین اینا؟ ما فقط برای این میاییم تو انتخابات که نشون بدیم هنوز راه هر صندوق رأیه. هی فکر نکنید شما نظام هستید، ما مخالف نظام، ضد نظام کسانی هستیم. ما میخوایم این نظم سیاسی اصلاح بشه. شما میخواید نظم سیاسی فقط تثبیت بشه. پزشکان برای این امروزه. مردم طرح تحول سلامت یادتون نره. یعنی واقعا فکر میکنید طرح تحول سلامت که تو این کشور اجرا شد، همه چیزایی که آقای دکترای این دوره به خصوص آقای قاضی زاده و آقای زاکانی میفرمان در مقابل طرح تحول سلامت هیچ واقعا. آقای 2 قطبی وجود داره.